أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بینندگان و شنوندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والدین گرامی، نوجوانان و اطفال نازنین، شما را خوش آمدید میگیم به درس ترجمه نماز ما. البته میخواهیم در این ویدیوی کوتاه برای اطفال و نوجوانان و مخصوصا والدین گرامی که اطفال نازنینشان را آموزش نماز میدهند این ویدیو را تقدیم بکنیم و تا باشد که نمازهای خود ما و شما با ترجمه و مفهومش بدانیم و از نماز حقیقی خود لذت ببریم و به حقیقت و بزرگی عبادت نماز خود پی ببریم ان شاء الله. خب تا پایان امیدوار است ما را همراهی کنین و انشاءالله با دوستایتان هم ویدیو را شریک بسازین. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم به ترتیب پیش بریم. البته این ویدیو انگیزه که ما میخوایم این ویدیو را ترتیب کردیم، بعض دوستای ما سوال کردن از ترجمه نماز. ما در طول عمر خود شاید بیشتر از 1000 بار سبحانك اللهم خوانده باشیم و بیشتر از هزارها بار اتحیات خوانده باشیم یا سوره فاتحه را خوانده باشیم و متاسفانه معنایش نمیفهمیم. میخوایم مفهوم حرف به حرف و کلمه به کلمه نماز در این ویدیو تقدیم دوستا بکنیم که ان شاء الله بعد از دیدن این ویدیو ترجمه نماز خود کاملا یاد داشته باشه. امیدوار هستم الله تبارک و تعالی مورد قبول درگاهش بفرماید. تکبیر، وقتی که تکبیر میگیم به معنای الله اکبر است. الله اکبر که میگیم معنایش که خداوند بسیار بزرگ است. در وقت نشستن، در وقت خیستن، در وقت دست بلند کردن به گوشا، در حرکتایی که ما در نماز میریم الله اکبر میگیم به این معنی که خدا بسیار بزرگ است. استفتاح یعنی سبحانك اللهم. ما بعد از تکبیر اول استفتاح سوره دعای استفتاح را میخوانیم یا سبحانك اللهم برش میگیم. چی معنا داره؟ سبحانك اللهم، ذات تو پاک است ای خدای من، و بحمدک، و تو سزاوار ستایش هستی. ذات تو پاک است ای خدای من و تو سزاوار ستایش هستی. و تبارک اسمک، و اسمت مبارک است، و اسمت مبارک است. و تعالی جدک، نام و نشانت بلند است، یعنی مقام تو بلند است یا الله من. ولا اله غیرک، جز تو هیچ خدای دیگر نیست. جز تو هیچ خدای دیگری نیست. این معنای سبحانك اللهم است. بعد از سبحانك اللهم استعاذه یعنی اعوذ بالله را میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ پناه میبرم بالله به الله، من الشیطان الرجیم، من الشیطان از شر شیطان، الرجیم رانده شده. بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم خواندن. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده و مهربان. یعنی شروع میکنم به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سوره فاتحه البته تفسیر بسیار زیاد کار داره، میخوایم فقط لفظی ترجمه بکنم و امیدوار هستم که لفظی اطفال بفهمن، بعد انشاءالله با تفسیری در کتابا میخوایم یاد بگیرن انشاءالله. الحمد لله رب العالمین. الحمد تمام اوصاف خوب و ستایش لله از الله است. رب العالمین که پروردگار عالمیان است. رب العالمین که پروردگار عالمیان است. الرحمن به نهایت بخشاینده است. الرحیم به نهایت مهربان است، یعنی به نهایت بخشاینده و مهربان است. مالک یوم الدین، مالک روز قیامت است. مالک یوم الدین، مالک روز قیامت است. ایاک نعبد، ایاک نعبد، تنها برای تو عبادت میکنیم. ایاک نعبد، تنها برای تو عبادت میکنیم. و ایاک نستعین، و تنها از تو کمک میخواهیم. و ایاک نستعین، و تنها از تو کمک میخواهیم. اهدنا، هدایت کن ما را. الصراط المستقیم، ما را برای راست هدایت کن.
اهدنا الصراط المستقیم، ما را برای راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، رای کسانانی که فضل و کرم کرده ای برایشان. صراط الذین انعمت علیهم، رای کسانانی که فضل و کرم کرده اید برایشان. غیر المغضوب علیهم، نرای آنانی که سزاوار غضبت شده اند، نراهی کسانانی که سزاوار غضبت شده اند. ولا الضالین، و نراه آنانی که آنانی که گمراه شده اند، یعنی و نه راه آنانی که گمراه شده اند. این ترجمه لفظی است، امیدوار هستم دانه به دانه فکر بکنین و حفظ بکنین ان شاء الله. خب در آخر سوره فاتحه یا الحمد شریف ما چی میگیم؟ آمین. آمین معنایش چیست؟ که دعای ما را قبول بفرما. آمین، یا الله دعای ما را قبول بفرما. بعد از او که یک سوره را میخوانیم، نمیخوایم، سوره ها ماشاءالله زیاد است، ترجمه سوره رو دیگه نمیخوایم و میخوایم به رکوع، از رکوع پیش بریم. در رکوع چی میگیم؟ ما و شما وقتی الله اکبر میگیم معنایش فهمیدیم؟ سبحان ربی العظیم. در رکوع 3 بار که میگیم چی معنا داره؟ سبحان، پاک است، ربی خدای من، ربی خدای من، العظیم بزرگ است. یعنی اگر به شکل روان بگوییم پاک است خداوند بزرگ من، پاک است خداوند بزرگ من. وقتی که از رکوع بلند میشیم، بلند شدن از رکوع، سمع الله، خداوند میشنود شخص را که لمن حمده، شخص را که از آن ستایش میکند، یعنی حمد خدا را میگوید. سمع الله، خداوند میشنود لمن حمده، شخص را که ستایشش را میکند. چقدر زیبا هست، چقدر زیبا هست دوستای عزیز، والدین گرامی، نوجوانان، اطفال نازنین، با الله خود صحبت میکنیم، معنایش بفهمیم. بعد از این چی میگیم؟ ربنا لك الحمد، یا خداوندا ستایش از برای تو میزیبد. ربنا پروردگار ما، لك الحمد برای تو حمد است. خداوندا ستایش از برای تو میزیبد. امیدوار هستم تا به اینجا دقت کرده باشین. در سجده چی میگیم؟ سبحان ربی الاعلا، پاک است خداوند عالی شأن من، عالی مقام من، پاک است خداوند عالی مرتبه من. معناهای متعدد است. سبحان ربی الاعلا وقتی 3 بار میگیم پاک است خداوند عالی شأن من. خب تا به اینجا رکوع، سجده، قیام فهمیدیم. میاییم به اتحیات درست دقیق بشنویم تا ای که ان شاء الله از این به بعد اتحیات خود به معنایش بخونیم. اتحیات لله، تمام اوصاف نیک لله برای الله است. و الصلوات، و تمام نمازها، و الطیبات، و تمام الفاظ نیک، یعنی تمام عبادت‌های بدنی، فکری، مالی، جانی، همه عبادت‌های به خاطر برای الله است. التحیات، تمام اوصاف نیک، نمازها و الفاظ نیک از برای الله تعالی است. و الصلوات و الطیبات که میگیم همش مربوط به چی میشه؟ به الله میشه. السلام علیک، سلام بر شما ایها النبی، السلام علیک ایها النبی، سلام بر شما ای پیامبر صلی الله علیه و سلم. و رحمت الله و برکاته، و رحمت خدا باد بر شما و برکات خداوند باد بر شما. بعد از این چی میگیم؟ السلام علینا، سلامتی تو بر ما باد، یعنی بر خود دعا میکنیم. السلام علینا، سلامتی تو بر ما باد، و علی عباد الله الصالحین، و بر بندگان صالح تو باشد. بندگان صالح را در دعای خود شامل میکنیم. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم که بدون از الله معبود دیگر نیست. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم
که بدون از الله معبود دیگری نیست، معبود دیگر نیست. و اشهد ان محمدا، و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم عبده، بنده الله است، و رسوله، و پیغمبر اوست، و رسوله و پیغمبر اوست. درود شریف وقت میخوانیم معنایش بفهمیم دوستای عزیز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم یا الله صل على محمد، نزول رحمت فرما بر محمد صلی الله علیه وسلم که پیغمبر ماست، و علی آل محمد و بر خاندان محمد. کما صلیت، به مثل که رحمت چی کردی؟ رحمت فرستادی علی ابراهیم، بر ابراهیم علیه السلام، و علی آل ابراهیم و بر خاندان ابراهیم علیه السلام. یعنی چنان رحمت بر پیامبر ما بفرست، بر خانوادهش بفرست که بر ابراهیم و بر خانوادهش فرستادی. انک حمید مجید، انک بیشک حمید مجید، تو قابل ستایش و بزرگی هستی. حمید قابل ستایش، مجید بزرگی هستی، قابل مجد هستی. وقتی اللهم بارک میخوانیم دوستای عزیز باید معنای از اون بفهمیم. انشاءالله در این ویدیو میخوایم که آسان و ابتدایی به اطفال و نوجوانان از این معناها را بگوییم. امیدوار هستم که نافع و قابل قبول الله باشد و برای شما نافع بگردد. اللهم بارک علی محمد، یا الله نزول برکت بفرما. اول که گفتیم صلو رحمت، دوم که گفتیم بارک برکت، فرق در امیجه است. علی محمد و علی آل محمد، بر محمد صلی الله علیه و سلم و بر خاندان محمد صلی الله علیه و سلم. کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، به مثل که برکت بر ابراهیم علیه السلام و بر خاندان ابراهیم علیه السلام فرموده ای. انک حمید مجید، بیشک تو قابل ستایش و بزرگی هستی. و در اخیر دعایی که میخوانیم، این دعای کوتاه را من انتخاب کردم، دعا زیاد است در اخیر. این دعای کوتاه را میخوایم به شما ترجمه کنم. اللهم ربنا، یا رب من، اللهم ای پروردگار من، ای پروردگار من، ربنا ای پروردگار من، یا پروردگار من، به این معنا متوجه باشین. آتنا فی الدنیا، بتی برای ما در دنیا حسنه، یا رب در این دنیا برای ما نیکی بته، یعنی زندگی خوب عطا کن، یعنی زندگی خوب عطا کن. حسنه زندگی خوب عطا کن. و فی الاخرت حسنه، و چیکو یا الله در آخرت نیکی، یعنی جنت عطا کن. چقدر زیباست. با الله خود صحبت میکنیم و از الله خود میخواهیم که همه خوبی ها را بر ما بده. در نماز که با الله صحبت میکنیم معنایش بفهمیم چقدر زیباست. سبحان الله. و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش نگهدار. و قنا و نجات بده ما را عذاب النار، از چی؟ از آتش دوزخ یا آتش جهنم. و قنا عذاب النار، از عذاب آتش نگهدار ما را، از عذاب آتش نگهدار ما را. این دعا را کردیم، نماز ما به اتمام میرسد. چی میکنیم؟ طرف دست راست خود و چپ خود ما شما سلام دور میتیم و چی میگیم؟ السلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت خدا بر شما باشد. ملائکه هایی که در طرف راست چپ ما هست، دیگه مقتدیایی که در عقب ما می باشه، سلام و احترام به همه میتیم. السلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت خداوند بر شما باد، به طرف راست و به طرف چپ. امیدوار هستم دوستای عزیز این ویدیو را ببینین، فکر بکنین برش، جملاتش دقیق و فکر خود داشته باشین. از این به بعد نمازهای با ترجمه و مفهوم و با لذت حقیقی در قلب خود با الله خود ملاقات کنیم. این بود درس امروز ما. تا درس بعدی به الله پاک مسپارمتان، موفق و کامیاب باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.